به خاطر رسیدن به آرزو و موفقیت از قانون بلان و یا وزدوشنی شر استفاده برید، زیرا به خاطر آنکه این بلان به بلندی ها پرواز کند، همه آن چیزی نالازم را می اندازند در او تا اینکه خوب آتش بگیرد و محرک خوب کار کند تا اینکه این بلان یک به دوری ها پرواز کند. و شما هم عزیزان به خاطر آنکه به آرزوهایتان برسید و به موفقیت دست یابید، ضرور است که عصبانی و نگرانی، غصه و درد و رنج و کبر و بخل و حسد و همه آنچه که نالازمند و شما را ناراحت میکنند کنار بگذارید تا اینکه به اوج آرزوها و به بلندی های موفقیت دست یابید. با دیگر برنامه های مرکزی خیرت بمانید.